به نام آنی که جان آفرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی به خدا و روز آخرت ایمان دارد باید همسایه اش را آزار ندهد. روایت بخاری. برادر و خواهر ایمانی هم در این حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمانی به خدا و روز قیامت را به ادا نمودن حق همسایه ربط نمودند که این از مهم بودن حق همسایه دلالت می کند. یعنی کسی که همسایه‌اش را آزار ندهد، کسی که از آزار همسایه‌اش دست کشد، در حقیقت ایمان او ایمان کامل است. در حقیقت او ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت دارد. ببینید چه وصفی زیباست. یعنی شما مسلمان کامل، مسلمان حقیقی شدن نمی توانید تا آندمی که همسایه شما از دست شما آزار نیابد. هر وقتی که اگر همسایه شما از دست شما آزار نیابد، ایمن باشد، بدانید که شما مسلمان حقیقی هستید و ایمان شما به خدا و روز قیامت ایمان حقیقی است. پس برادر و خواهر ایمانی هم درس عبرت از این حدیث این است که حقهای همسایگان را به جای آوریم، با آنها معامله خوش بکنیم، خوش رفتار و خوش گفتار باشیم تا با چنین رفتارهای خوب به همسایگان ایمان خود را کامل بگردانیم. هر وقتی که اگر همسایگان شما از دست شما ایمن مانند، آزار شما به آنها نرسد، بدانید که ایمان شما کامل است. شما مسلمان حقیقی هستید. پس با رعایت نمودن حق همسایه ایمان خود را کامل نماییم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.